سلام، من غزاله هستم، تاروت ریدر شما. یه پیام قرار بوده از طرف کائنات به سمت تو برسه و من اینجام که اون پیام رو به تو برسونم. کارت خورشید افتاد، داره من میگه که اگر توی اطرافیانت کسی هستش که تازه ازدواج کرده یا قصد حاملگی داره، ممکنه بچه دار بشه. در مرحله دوم داره من نشون میده که شما مثل خورشیدی هستید که دارید میدرخشید. از تمام پتانسیلاتون استفاده کنید و دست از رفتارهای بچگونه‌تون هم بردارید. دیگه باید کم کم بزرگ بشید. بریم ببینیم که پیام دوم تاروت برای شما چی هستش. داره من میگه از یک زنی که میتونه موهاش کوتاه باشه، موهای خرمایی شکل داشته باشه دوری بکن. اون یکم مرموزه و ممکنه که برات دردسرساز بشه. حواست به اون خانوم باشه و ازش دوری بکن. اوکی؟ حتما بیا برام تو کامنت ها داستانت رو بنویس و اگر که تکنیت خاصی رو داری برام بنویس، من حتما بهت جواب میدم.